در حقیقت قرآن کلام الله است و الله سبحانه و تعالی در حقیقت سخن گفته است. سپس آن را به جبرائیل علیه السلام سپرده است و جبرائیل علیه السلام قرآن را با قلب محمد صلی الله علیه و سلم فرود آورده است. بسم الله و نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى كلم الله به حقا وألقاه إلى جبريل ونزل به جبريل على قلب نبی محمد صلی الله علیه و سلم. و ایمان می آوریم بر اینکه قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و در حقیقت سخن گفته است. سپس آن را به حضرت جبرائیل علیه السلام سپرده است و جبرائیل علیه السلام قرآن را به قلب محمد صلی الله علیه و سلم فرود آورده است. دلیل بر این قول الله سبحانه و تعالی که می فرماید استعیذ بالله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو آن قرآن را روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام به حق و راستی از جانب پروردگارت نازل کرده است تا مؤمنان را استوار سازد و هدایت و بشارت باشد برای مؤمنان. و الله سبحانه و تعالی می فرماید استعیذ بالله و انه لتنزیل رب العالمین. و هر آینه این کتاب، این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، نزل به الروح الامین. آن را روح الامین جبرائیل علیه السلام که فرشته گرامی قدر و بزرگوار است به وحی الله سبحانه و تعالی به قلب پیامبر نازل کرده است. علی قلبک لتکون من المنذرین. بر قلب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم تا از بیم دهندگان باشی و به وسیله آن مردم را هدایت نمایی. بلسان عربی مبین. با زبان عربی روشن که بهترین زبان هاست. این مسئله یکی از بزرگترین مسائل است. جنگ و جدال بین اهل سنت و معتزله ها پیدا شد. آنها بر این قائل بودند که الله سخن نمیگوید و قرآن بر آنها هشدار داده بیان کرد که الله سبحانه و تعالی سخن میگوید. پس این را تغییر و تبدیل داده گفتند که قرآن مخلوق است این هنگام. پس این سخن را پیگیری کرده تا حال در این عقیده باطل خود قرار دارند. پس این خیاله که این معتزله ها و عبادی‌ها دارند که اعتقاد بر اینند که الله سبحانه و تعالی حقیقت سخن نگفته است، پس این کلام باطل است که فقط این خیال است از جانب آنها. و الله سبحانه و تعالی در کلامش در محکم آیاتش بیان کرده می فرماید که قرآن کلام الله است. چگونه که در سوره توبه الله سبحانه و تعالی می فرماید استعیذ بالله و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. اگر یکی از مشرکان خواستند که از شمایان پناهندگی جویند، پس بر آنها بدهید این را حتی کلام الله را بشنوند. حتی یسمع کلام الله. در جا الله کلام الله ذکر کرد. پس این قرآن کلام الله است. در دیگه آیات الله سبحانه و تعالی خطاب کرده می فرماید استعیذ بالله یریدون ان یبدلوا کلام الله. اینا میخواهند کلام الله را تبدیل بدهند. و در سوره بقره می فرماید استعیذ بالله افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ای مؤمنان، شما طمع دارد که اینها ایمان بیاورند بر شمایان؟ وقد كان فريق، بدرست که یک گروه از آنها کلام الله را میشنیدند.
برخی از علما در این مورد می‌فرمایند که الله سبحانه و تعالی زیاده از در 14 موضع از قرآن آفرینش انسان را ذکر کرده است، در حالی که تمام انسانیت بر این اعتراف و باوری دارد. اما الله سبحانه و تعالی زیاده از در 54 موضع قرآن ذکر کرده است که الله سبحانه قرآن کلام الله است، نه که برخی از مردم بر این ایمان ندارند، میگویند قرآن مخلوق است یا کلام الله نیست، العیاذ بالله. و اعتقاد اهل سنت و الجماعت در بیان قرآن اینکه کلام الله است، حقیقتا الله سبحانه و تعالی سخن گفته است و جبرائیل علیه السلام این را از الله سبحانه و تعالی مباشرتا شنیدند و با قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم این را نازل کردند. و معتقد اعتقاد اهل سنت و جماعت در کلام الله سبحانه و تعالی، سخن گفتن الله سبحانه و تعالی این است که کلام الله سبحانه و تعالی قدیم و نو است و متجدد الاحاد است، یعنی کلام الله سبحانه و تعالی بدایت ندارد، قدیم است و علاوه بر این هرگز به پایان نخواهد رسید، منقطع نخواهد شد، برخلاف قول باطل آن کسانی که اهل سنت و الجماعت را در این مخالفت نمودند، گفتند که کلام الله سبحانه و تعالی در گذشته سخن گفت، دیگر حاضر سخن نمیگوید، العیاذ بالله. و الله سبحانه و تعالی سخن میگوید چگونه که بخواهد و هر وقتی که بخواهد. چگونه که بیان شد، معتزله بر این اعتقاد هستند که قرآن مخلوق است، اما اشعری ها باشد پس هنگامی که شنیدن از کلام الله که الله در بارها کلامش ذکر میکنه که قرآن کلام الله است، الله با این قرآن سخن گفت، پس قرآن کلام الله است. اعتقاد معتزله ها را در این موافقتی کرده، پس نفی کردن کلام الله را کلام حسی را، دعوا نمودن که کلام الله این عبارت است، عباره هست، یعنی که ترجمه هست، و گفتن که کلام الله کلام نفسی هست، یعنی کلامی نیست که انسان بشنود این را شنیده شود، و اینکه قرآنی که در دست ما و شمایان است خود کلام الله نیست، بلکه عبارت از کلام الله است، حکایت است، حکایت از کلام الله سبحانه و تعالی است. یعنی موافقتی نمودن معتزله ها را در این سخنان با تغییر و تبدیل. همین است که الله سبحانه و تعالی رد بر این طایفه ها کرده می‌فرماید و انه لتنزیل رب العالمین، همانا که این قرآن نازل شده است از جانب پروردگار عالمیان، نزل به الروح الامین، که این کلام الله را جبرائیل از پروردگارش شنیده نازل کرد بر قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم، تا اینکه تو ای محمد از جمله انذار دهندگان باشی، یعنی بیم دهندگان باشی، به زبان عربی مبین، واضح، روشن. پس قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است که جبرائیل این را از الله سبحانه و تعالی شنید و گرفت و به قلب محمد صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال نازل کرد که قرآن تلاوت کننده آن را یک ثواب و ثمره خیلی عظیم فرا گرفته است، یک خیرات عظیمی هست برای آن انسانی که این قرآن را تلاوت میکند و به آن عمل میکند. حتی اینکه الله سبحانه و تعالی قرآن را وصفهای خیلی زیادی که در کلامش قرآن را وصف کرد که قرآن کریم است، مجید است، عظیم است و غیر از اینها. و گفتم که الله سبحانه و تعالی حقیقتاً کلام و سخن گفت، قرآن کلام الله هست که سوره توبه را بیان کردیم بر شمایان. و در این آیه سوره توبه الله سبحانه و تعالی فرمود که حتی یسمع کلام الله، حتی کلام الله را بشنود، یعنی مشرکان کلام الله را بشنوند. پس این در برگیرنده آن است که آن قرآنی که الله سبحانه و تعالی به قلب پیامبر نازل کرد، پس این کلام الله هست، الله کلام الله را گفت در حالی که به قلب پیامبر نازل شده بود حقیقتاً. پس انا همین اعتقاد صحیح که قرآن کلام الله هست و الله سبحانه و تعالی حقیقتا سخن گفت در زمان خلیفه مأمون، پس علماها را در فتنه قرار دادند که مردم را، علماها را مجبور کردند که بگویند که قرآن مخلوق است. و برخی از علما خوف از مأمون پس گفتند که قرآن مخلوق است و بعضی از آنها تعویل کردند و در این فتنه بعضی از علماها نامبر کرده قرآن را
تورات را، انجیل را، زبور را با دستان خود اشاره کرده، گفتند اینها مخلوق است. یعنی اشاره با سوی چلیک های خود، نه با سوی قرآن، به خاطر نجات یافتن از این ظلم و ستم این مأمون. برای همین علماها رحمهم الله تعالی بیان کردند که اگر انسان امام باشد، علیم باشد، پس برای وی حرام است که چیزی از کلام الله را تحریف کند و تغییر بدهد، یا که در آنها موافقت نماید در عقیده آنها، چی در تعویل باشد چی در دیگر چیزها. حتی فرموده که در اکراه جایز نیست در این حالت سخن کفر را به زبان براند، چون همگی از این امام پیروی می نمایند و همگی در ضلالت گمراهی واقع نگردند. و این کاری که مأمون کرد مردم را مجبور ساخت قرآن را مخلوق بگویند، الله سبحانه و تعالی از فعل این انسان غافل نمیماند. حتما، چون این کلام فلسفی ها، کلام منطقی ها را آورده بر مردم مجبور کنند که این سخن کفری را بگویند. الله از این غافل نخواهد ماند، چون این شخصیت ها بر امت اسلامی یک ضرر خیلی عظیمی را داخل کردند. و آیه کریمه که ما خواندیم، الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بگو نازل کرد این کلام الله را روح القدس جبرائیل از جانب پروردگارت بر حق. همین خود دلیل است بر اینکه قرآن از جانب پروردگار نازل شده است. اگر کمی تأمل کنیم پس میفهمیم که چیز قرآن را الله سبحانه و تعالی توسط جبرائیل از بالای 7 طبقه زمین آسمان به قلب پیامبر نازل کرد. و الله سبحانه و تعالی در این آیت جبرائیل روح القدس گفت، وصف کرد آن را با این وصف، چون روح یک چیزی هست که هنگامی که به قلب انسان نازل بگردد حیات را، زندگی را حیات میبخشد. و قدس گفت چون پاکیزه هست، منزه هست، پاک است جبرائیل علیه السلام از هر عیب و نقصان و گناهه. این مشرکان نسبت به جبرائیل علیه السلام میدهند که جبرائیل پاک است، طاهر است، قوت داره، نیرو داره، امانت دار است و مستحق سزاوار است که سفیر باشد بین الله سبحانه و تعالی بین رسولانش. در دوام فرمود علی قلبک، بر قلب تو، چون قلب یک مکان هست که در آنجا سیر و اسرار حفظ میگردد. پس این چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم از جبرائیل شنید، کلام الله سبحانه و تعالی، این کلام است که بر گوش شنیده می شود و قلب منفعت می آرد، منفعت می بخشد. چون گاهی می شود که انسان چیز را می شنود، پس انمی چیز شنیده شده از گوشش دیگر درونتر داخل انسان نمی گردد، به قلب انسان نمی رسد. اما این کلام الله سبحانه و تعالی چنان منفعت دارد که روح و جسم و قلب انسان را چیز منفعت می بخشد، هدایت می یابد انسان به سوی حق، رشد می کند. بلسان عربی مبین، یعنی که با زبان بلیغ، فصیح، واضح و روشن بیان کننده حق و باطل، بدون اینکه یگام خفی یگام پنهانی در آن وجود داشته باشد. این آیه های قرآن که تلاوت کردیم و بیان کردن، علما رحمهم الله تعالی بیانگر مذهب عقیده اهل سنت و الجماعت در باب قرآن کلام الله هست می باشد، مخلوق نیست، بلکه این کلام الله سبحانه و تعالی از جانب الله سبحانه و تعالی شروع شد و فرستاده شد و به سوی او حتما خواهد برگردانیده شد. اینکه کلام الله سبحانه و تعالی در آخر زمان نزدیکی قائم شدن قیامت از داخل قلبها برداشته می شود، از صحیفه های قرآن برداشته می شود. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.